سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 16 فوریه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. پلیس مهاجران تاجیک و ازبک را بعد زنوزنی با ساکنان اوبنینسک مجبور کرد که عذر پرسند. یک جوان تاجیک در مسکو دو کارمند پلیس را کار زده است. مشکلات عائلوی یا قرض بانک، شرح رسمی سبب‌های خودکشی رئیس جماعت در شهر توز. در تاجیکستان 190 نفر سنشان از 100 بالا زندگی میکنند. باز دو مرد در راه روشان بر تنگ. هلاکت زن کوچروب در زیر چرخ ماشین، 3 فرزند او یتیم ماند. بازداشت یک جوان زن برای گاو دزدی و اکنون تفصیلات خبرها. حاج اکبر تورا جانزاده، قاضی سابق مسلمانان تاجیکستان و معاون سابق سروزیر این کشور، یکی از آنهایی که زیر سازشنامه صلح سال 1997 امضا گذاشته است، روز 16 فوریه به سن 68 رسید. تورا جانزاده که یک زمان از پرنفوذترین شخصیت‌های سیاسی تاجیکستان به شمار می‌رفت، حالا طوری به نظر می‌رسد از میدان کاملا کنار رفته است و به گفته نزدیکانش در زادگاه خود در کنار شهر وحدت دولت پیری می‌راند. بار آخر او از خود در عرصه سیاسی کشور سال 2013 با پشتیبانی از نامزد آینه‌حال بابا نظر و به مقام پرزیدنتی درک داده بود. حاج اکبر تورا جانزاده 16 فوریه سال 1954 در دهه ترک‌آباد ناحیه اورجیک نظام‌آباد در خانواده روحانی شناخته ایشان تورا جان به دنیا آمده است. ایشان تورا جان یکی از پیشوایان رویه قادریه طریقت تصوف در تاجیکستان شمرده میشد و در ازبکستان و قزاقستان و دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز هزاران مرید داشت. حاج اکبر تورا جانزاده نخستین تحصیلات دینی را پیش پدرش گرفته، بعد ختم مکتب میانه در سال 1972 به مدرسه میر عرب بخارا داخل شد. او سال 1977 این مدرسه را به پایان رسانده، شامل دانشگاه اسلامی به نام امام بخاری شهر تاشکند، تنها مکتب عالی مذهبی در اتحاد شوروی شد و سال 1980 این دانشگاه را ختم کرد. حاج اکبر تورا جانزاده سالهای 1980 1982 در شعبه روابط خارجی اداره دین مسلمانان آسیای میانه و قزاقستان کار کرده. سال 1982 برای ادامه تحصیل به اردن رفت و سال 1987 فاکولته شریعت دانشگاه اردن را ختم کرد. بعد بازگشت از اردن حاج اکبر تورا جانزاده 2 سالهای 1987 1988 در دانشگاه اسلامی تاشکند استاد فنهای فقه و حدیث بود. سال 1988 حاج اکبر تورا جانزاده که همگی 34 سال داشت، رهبر اداره مسلمانان تاجیکستان انتخاب شد. این اداره در آن دوران به نام قاضیات معروف بود و تورا جانزاده را به این دلیل قاضی مسلمانان تاجیکستان نام می‌بردند. اسم حاج اکبر تورا جانزاده در ابتدای سال 1990 هنگام میانرویش بین تظاهرگران و حکومت در روزهای گردهمایی‌های خونین ماه فوریه در دوشنبه رسانه‌ای شد. او در پایان ماه فوریه سال 1990 از حوزه کریم اسماعیلوف ناحیه اورجیک نظام‌آباد وکیل شورای عالی پارلمان وقت تاجیکستان انتخاب شد. سالهای 1990 1992 دوران پرشور در تاریخ حرکت‌های ملی و آزادی‌خواهی و مذهبی در تاجیکستان بود و حاج اکبر تورا جانزاده در این حادثات همیشه در صف پیش قرار داشته به شهرت و نفوذ فوق‌العاده در جامعه صاحب شد. تورا جانزاده در گردهمایی‌های تیر ماه سال 1991 و بهار سال 1992 از مخالفان حمایت کرد و از طرفداران حکومت مراسای ملی که ماه سال 1992 در پی پیروزی تظاهرگران میدان شهیدان بر تظاهرگران از میدان آزادی روی کار آمد به شمار می رفت. اما حکومت مراسای ملی در جنگ شهروندی که تابستان سال 1992 آغاز یافت شکست خورد و ماه نوامبر سال 1992 شورای عالی این حکومت را به استعفا فرستاده امام علی رحمان را به نمایندگی از فرانت خلقی جانب دیگر جنگ شهروندی رهبر اول کشور انتخاب کرد. حاج اکبر تورا جانزاده بعد این از کشور فرار کرد و مدتی در افغانستان و سپس تا سال 1998 در ایران پناه برد. مقامات تاجیکستان در سال 1993 اداره قاضیات را به مفتیات تبدیل داده به جای تورا جانزاده فتح‌الله شریف زاده فرزند روحانی دیگر شناخته دامولا شریف را
مفتی انتخاب کردند. حاج اکبر تورجانزاده در سالهای مسافرت نیز در میدان سیاست فعال بود و باعث معاون رهبر اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک ریاست هیئت مخالفین در مذاکرات صلح با حکومت را بر دوش داشت. 27 ایون سال 1997 در مسکو بین حکومت و مخالفین سازشنامه صلح به امضا رسید که بر اساس آن 3% منصب‌های حکومت به مخالفین باید داده میشد. تورجانزاده بر اساس این سهمیه 30% معاون سروزیر تاجیکستان در امور روابط با کشورهای اسنگه تعیین شد و سال 1998 به تاجیکستان برگشت. او تا پایان سال 2006 در این مقام کار کرد و بعد برکناریش تا سال 2010 عضو مجلس ملی پلات بالای پارلمان تاجیکستان بود. بعد ترک مقام‌های دولتی در سال 2010 تورجانزاده اساساً در زادگاهش دهه وحدت آباد به سر میبرد، ولی طوری به نظر میرسد فراموش نشده است. سال 2012 مسجد محمدیه که تورجانزاده ها در وحدت آباد ساخته بودند و به آن ایشان نوریدین جان برادر حاج اکبر تورجانزاده امامتی میکرد، با بهانه برگزاری مراسم عاشورا با حکم دادگاه بسته شد. این مسجد با بسته شدنش یکی از پرطرفدارترین مسجدهای کشور به شمار می رفت و هر روز جمعه برای ادای نماز و شنیدن موعظه های ایشان نوریدین جان و برادر خردیش ایشان محمد جان هزاران نفر از سراسر تاجیکستان به مسجد محمدیه می آمدند. برادران تورجانزاده ها بعد تنگ شدنشان از منبر مسجدهای رسمی در اینترنت برای حفظ تماس با پیروان خود سامانه تورجان را باز کرده بودند، ولی دسترسی به این سامانه را نیز چند سال باز مسدود کردند. رسانه‌های روسیه با تکیه به منابعشان در مقامات حفظ حقوق از بازداشت یک جوان 23 ساله زاده تاجیکستان با اتهام حمله به 2 کارمند پلیس در جنوب شهر مسکو خبر دادند. این حادثه شام 15 فوریه روی داده است. یکی از گمان برشوندگان غالباً زاده تاجیکستان هنگام بازداشتش در کوچه میدینسکایا با کارد به کارمندان پلیس حمله کرده است. 2 نفر جراحت برداشتند. خبر داده است منبع خبرگزاری تاس کوچه میدینسکایا در منطقه بیرولیوف غربی جایگیر شده است. بنا به معلومات شبکه رنتوی، کارمندان پلیس در پی به دستشان رسیدن خبر زنوزنی 3 نفر در درآمدگاه یک بنا به کوچه میدینسکایا آمدند. به پلیس خبر دادند که یکی از اشتراکیان زنوزنی در دست کار دارد. هنگام بازداشت این جوان مسلح با کارد 2 کارمند پلیس از نایه‌های دستانشان با کارد زخمی کرده است. در پی این به جای حادثه کارمندان بیشتر پلیس آمدند. حملگر یک جوان 23 ساله زاده تاجیکستان بوده در مسکو جای زیست دائمی نداشته است. کارمندان آسیب دیده پلیس را با زخم‌های دست در بیمارستان بستری کردند. خبر داد رنتوی. در رابطه با این حادثه علاقه پرونده جنایتی نیز شدند. با جوان تاجیک برای زورآوری نسبت به نمایندگان دولت هنگام اجرای وظیفه‌شان بر اساس ماده 318 کودکس جنایتی روسیه تا 10 سال زندان تهدید میکند. در چند روز آخر این علاقه دومین خبر حمله مهاجران به کارمندان پلیس در مسکو است. کانال مش روز 11 فوریه خبر داده بود که 2 کارمند پلیس در مسکو از جانب مهاجران لطم‌کوب شدند. بنا به اطلاع نشریه حادثه در ناحیه تساریتنا در جنوب پایتخت روسیه روی داده است. با این 2 مهاجر اکنون برای مقاومت فعالانه و لطم‌کوب نمایندگان دولت حکم زندان و سپس دپورتاسیون از روسیه تهدید میکند. پابلیک کانال کالوگا پویسک و دیگر پابلیک های مربوط به شهر اوبنینسک ولایت کالوگای روسیه در شبکه‌های اجتماعی روز 16 فوریه ویدیوی عذرخواهی مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان برای زنوزنی شب 13 به 14 فوریه‌شان با ساکنان محلی را نشر کردند. عذرخواهی آنها بعد بازداشتشان در شعبه پلیس ثبت شده است. بنا به خبرها در پی زنوزنی بین مهاجران و مسافران یک تاکسی در اوبنینسک 7 نفر 2 مهاجر از ازبکستان و 5 تن دیگر از تاجیکستان دستگیر شدند. اما در ثبت ویدیوی 5 مهاجر یک در پیش کامera متن‌های از قبل برایشان تیار شده را در نزد ویدیو کامera قرائت میکنند. آنها اعتراف میکنند که تاجیک‌ها و ازبک‌ها یکجای شده با ساکنان محلی زنوزنی کردند. مهاجران این عمل خود را کار نو خوب نامیده از ساکنان اوبنینسک عذر میپرسند. آنها همچنین وعده میدهند که در آینده طبق قانون‌های روسیه زندگی میکنند. معلوم نیست که آیا این مهاجران با اختیار خود عذرخواهی میکنند یا نه. در ثبت در چهره مهاجران ورم و زخم‌های زیاد خونبسته دیده میشود و معلوم است که آنها را قبل از ثبت
لتوکوب کردند. قبلا ویدیو لحظه زنوزنی شب 13 و 14 فوریه در شهر اوبنینسک نیز در اینترنت نشر شده بود. بنا به فرضیه پلیس آن شب یک زن ساکن اوبنینسک همراه دوستانش سواره تاکسی به خانه برمیگشت. در راه به سبب هنوز نورافشن گپ این زن و راننده تاکسی از آسیای مرکزی میگریزد و راننده همشهریانش از ازبکستان و تاجیکستان را به کمک دعوت میکند. بحث مهاجران با مسافران تاکسی به زن و زنی میپیچد و آن زن در رفت زن و زنی تلفنش را گم میکند. او بعد از آنکه تلفنش را دیگر نیافت به پلیس مراجعت کرد. در رابطه با این حادثه با ماده‌های دزدی و اوباشی پرونده گشودند. به مهاجران دستگیر شده اکنون حکم زندان و یا حداقل اخراج از قلمرو روسیه تهدید میکند. گوبرناتور ولایت کالوگا ولادیسلاو شپاشا با سیاست آشکارای ضد مهاجران نام برآورده است. او روز 11 فوریه در پی بازدید از مرکز یگانه مهاجران از آن اظهار خشم کرد که در اینجا به مهاجرانی که به زبان روسی یگان کلمه نمیدانند پتنت میدهند. بعد بازدید از مرکز مهاجران شپاشا فرمان برآورد که مهاجران را دیگر در ساحه‌های سودا، آشخانه و طربخانه ها، نقلیات جمعیتی به کار نگیرند. گوبرناتور کالوگا همچنین اعلان کرد که ولایت کالوگا از برنامه پریسیلین میبراید. این تصمیم زادگان آسیای مرکزی را از امکانیت بارای آسان به دست آوردن شهروندی محروم خواهد کرد، تاکید کرد شپاشا. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. جبار غفور رئیس نویه شهرتوز ولایت ختلان روز 15 فوریه سال 2022 در نشست خبریش سبب دست به خودکشی زدن یک رئیس جماعت در این نویه را مشکلات خانوادگی نامید. جسد رئیس جماعت به نام جورا نظروف خوشقدم نادروف را شب 11 فوریه سال 2022 در منزل زیستش آویخته پیدا کردند. وابسته به خودکشی خوشقدم نادروف رئیس جماعت جورا نظروف را مقامات حفظ حقوق سنجیده ایستادند. من همینش را میدانم که سبب دست به خودکشی زدنش مشکلات اویلویش بوده است، گفت رئیس نویه. این در حالی است که بر اساس بعضی معلومات تایید نشده گفته می شود مرحوم 3 روز قبل از مرگش از یک فیلیال‌های بانک‌ها در نویه شهرتوز 30,000 سومونی قرض گرفته باشد. اما رئیس نویه گفت اینها آوازه‌اند و اساس ندارند. جبار غفورов گفت که او در کارش مشکلی نداشت. این در حالی است که یک منبع بعض پلیس گفت یک روز پیش از حادثه برابری خود این رئیس جماعت در مسئله دست به خودکشی زدن، پیشگیری ها از جنایتکاری و گراییدن جوانان به حزب و حرکت های اکستریمیستی و تروریستی همایش با مردم گذرانیده شده بود. خود خوشقدم نادروف نیز در همین همایش سخنرانی کرده است. خوشقدم نادروف 34 ساله تا رسیدن به وظیفه رئیس جماعت به حیث نتایج دولتی و سرمتخصص بخش تنظیم عنعنه و جشن و مراسم همین جماعت کار کرده بود. وزارت تندرستی تاجیکستان شام 15 فوریه خبر داد که در شبانه روز آخر در کشور همگی 3 مورد سرایت شهروندان به ویروس نو کووید 19 ثبت شده. در این زمان 5 نفر از آنهایی که قبلا به این ویروس گرفتار شده بودند شفا یافتند. بر اساس آمار وزارت تندرستی تا شام 15 فوریه در تاجیکستان در شرایط خانه و بیمارستان 12 نفر از کرونا ویروس تبابت می گرفتند. در اول ماه فوریه شماره چنین بیماران تا 80 نفر گفته می شد. بنا به آمار رسمی وزارت از آغاز پاندمی تا شام 15 فوریه شماره عمومی گرفتار شدگان به کرونا ویروس در تاجیکستان به 17385 نفر رسیده. از این شمار 17249 نفر یا 99.2% از جمع سرایت شده ها شفا یافتند، ولی 124 نفر متاسفانه فوت دیدند. از 21 ینور به این طرف در کشور در عموم 290 حالت سرایت کرونا ویروس رسما ثبت شده. خوشبختانه یگان حالت مرگ از این ویروس به قید گرفته نشده است، ولی منتقدان میگویند شماره واقعی قربانیان کرونا ویروس نظر به ارقام رسمی خیلی بیشتر است. هنوز سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی روی خط بیش از 400 شهروند تاجیکستان نشر شده بود که گفته میشد به علت کرونا ویروس وفات کردند. همین طور ده‌ها تن از زادگان تاجیکستان در کشورهای دیگر اساساً در روسیه قربانی کرونا ویروس شدند. مقامات تاجیکستان واکسن را یک راه از همه مؤثر و علما اثبات شده پیشگیری از گسترش باز هم بیشتر پاندمی میشمارند. تا 6 فوریه در کشور
نزدیک 4.6 میلیون نفر یا تقریبا 80% اهالی کلانسال تاجیکستان دست کم یک وایه واکسین ضد کرونا ویروس گرفتند. مقامات اولو اهالی را در تاجیکستان به گرفتن وایه سیوم واکسین تشویق کرده ایستادند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 16 فوریه بر پایه معلومات ریاست این نهاد در ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد که شبانه روز گذشته دقیقاً ساعت 13:40 در کیلومترهای 51 و 53 راه ماشینگرد روشن برتنگ که از طریق روستای درجام می‌گذرد دو حادثه لغزش ترمه به قید گرفته شد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت برای پاکسازی راه‌ها خدمات راه‌های وزارت نقلیات جمهوری تکنیک مخصوص جدا کرد که شبانه روزی نوبه‌داری می‌کند و پیامدهای هر آفت سر وقت برطرف کرده می‌شوند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده قبلا درباره فرو ریختن دست کم 7 ترمه در سحنه 13 فوریه در راه‌های خاروق اشکاشم و فرآمدن باز دست کم 5 ترمه در سحنه 14 فوریه در راه‌های خاروق اشکاشم و روشن برتنگ خبر داده هشدار داده بود که در پی گرم شدن هوا در راه‌های کوهستانی کشور از جمله در راه‌های دوشنبه عینی، رشت سنگوار، ونج روشن خاروق اشکاشم دست کم تا 16 فوریه خطر فرآمدن ترمه‌ها و ریزش سنگ بلند باقی میماند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده همان از ساکنان و مهمانان کشور خواسته است که هنگام سفر از طریق راه‌های کوهی خیلی احتیاطکار باشند. خودداری از سفرهای بی ضرورت همیشه خوب است. رانندگان باید هنگام سفر در چنین راه‌ها فاصله را رعایت کنند و از بالا بردن سرعت حرکت خودداری نمایند. اگنتی آمار حکومت تاجیکستان روز 16 فوریه در نشست خبریش یک سلسله رقم‌های جالب را درباره ترکیب اهالی کشور نشر کرد. بنا به اطلاع این نهاد تا 1 ینور سال جاری در تاجیکستان 190 نفر سنشان از 100 بالا زندگی می‌کردند. 99 نفر آنها زنها و 91 نفرش مردها بودند. در عموم بر اساس بروی خودگیری یا نفوس شماری ماه اکتبر سال 2020 شماره اهالی تاجیکستان 9,661,600 نفر را تشکیل می‌دهد. از جمع اهالی کشور 4,901,000 نفر را مردان و 4,760,000 نفر را زنها تشکیل می‌دهند. شماره مردها نظر به زنها تقریباً 140,000 نفر بیشتر بوده است. بر اساس نتیجه های نفوس شماری اخیر اکثر اهالی تاجیکستان 7,133,000 نفر یا 73.8% اهالی در دهات و همگی چورک اهالی 2,528,007 نفر یا 26.2% از جمع اهالی در شهرها به سر میبرند. در 10 سال اخیر شماره اهالی تاجیکستان بیش از 2 میلیون نفر بیشتر شده است. از جمله اهالی شهر در این مدت 522,000 نفر یا 26% زیاد شده. شماره اهالی دهات 1,575,001 نفر یا 28.3% افزوده است. تاجیکستان یکی از کشورهایی است که شماره اهالیش با سرعت می افزاید. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که صبح 15 فوریه تخمینا ساعت 09:35 راننده افت-ماشین تمغه اوپل وکترا رقم قید دولتیش 0977 HA08 سیاروف فتح‌الدین سال تولدش 1985 زاده و استقامت کننده نویه نورآباد جماعت خمدان دهه شیرازی هنگام حرکت به کوچه نصرت الله مقسوم از سمت کوچه سینا به سمت کوچه باباجان غفوروف پایتخت با سبب بلند بودن سرعت حرکت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده در روبروی مغازه گلدسته پیادهگرد محمد و صبرنیسا سال تولدش 1967 استقامت کننده شهر دوشنبه کارمند مؤسسه استفاده بری راه‌های نویه سینا را که راه را توسط گذرگاه تنظیم نشونده راه پیادهگرد عبور می‌نمود پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد زن 55 ساله جراحت وزن جسمانی برداشته بعد به بیمارخانه دسترس نمودن به هلاکت رسیده است. وابسته به اولت کار نسبت راننده سیاروف فتح‌الدین طبق طلبات ماده 212 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز و در حبس پیشکی قرار دارد. همزمان مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 15 فوریه تخمینا ساعت 03:30 راننده افت-ماشین تمغه اوپل زفیر رحمت الله عبدالرشید
سال تولدش 1970 ساکن نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت در راه نقلیاتگرد نویه ذکر گردیده از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به کنار راست را برآمده چپ شده است. در نتیجه خود راننده رحمت اللهیف جراحت وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. یک روز پیش مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که صبح 14 فوریه سال 2022 تخمیناً ساعت 06:50 راننده автомашин تمغه دولان ایوبوف دلشاد میرزا کریموویچ سال تولدش 1980 ساکن نویه دوشتیش هنگام حرکت از سمت شهر وحدت به سمت نویه یووان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده است. در نتیجه ماشین بارکش چپه شده است. بر اثر این صدمه خود راننده ایوبوف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند. سرعت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه همچنین راه‌ها و ماشین‌های فرسوده از علت‌های عمده صدمه‌ها از جمله صدمه‌های مرگ‌آور در راه‌های تاجیکستان نام برده می‌شود. یک جوانزن 32 ساله از شهر بختار را با اتهام گاودزدی دستگیر کردند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 16 فوریه خبر داد که به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه جامع با عریضه زن 43 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که شب 14 به 15 فوریه سال 2022 تخمیناً ساعت 01:20 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از زمین‌های خواجگی دیقونیش یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 5800 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 32 ساله ساکن شهر بختار همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت مذکور دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. در عموم بنا به آمار وزارت کارهای داخلی سال 2021 در جمهوری 6425 حادثه دزدی ثبت شده است. وقت‌های آخر بخصوص در پی بالا رفتن نرخ گوشت و متناسباً نرخ چاروا حادثه‌های دزدی چاروای مردم چه چاروای خرد و چه چاروای کلان در تاجیکستان خیلی زیاد شده است. اما موردهای با جرم دزدی بخصوص دزدی چاروای کلان به دست افتادن زنان در جمهوری انگشت شمارند و همچنین مورد یک حادثه فوق‌العاده و مایه نگرانی ارزیابی می شود، زیرا سخن درباره دست به جنایت زدن زن می رود. در جامعه سنتگرا و محافظه‌کار تاجیکستان دست به جنایت زدن زنان یک عمل خیلی ننگین شمرده می شود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.